الو سلام. سلام. نفس رحمت شما نفس؟ میشود. خونه دایی؟ خونه با بله. گوش کن. من امروز مکافات پولی گرفتم. اوه. میخواهم که مغازه جواهرات و دوشنبه مال خرید کنی رویم. مایلش البته میروم. فرا میرویم. خوب شد از تیار میشویم. گلین جان کی زنگ زد؟ پسرتون زنگ زد. نخور. میگوید مکافات گرفته است. ای خدا با شکره. میگوید تیار شوید با مغازه میرویم. تیار شویم. مایلش حاضر. وای رو نگفتم بودم. نیم هزار اینش 500. 500 700 چی؟ اینش 7000 سوم. خب 7000 سوم. اینش 500 سوم. 500 سوم. اینش 500 سومونی دیگه. چند هزار شد؟ 8000 شد. خب انا اینش 2 درصد 80 سومونی دیگه. چند سوم شد؟ 8180 سوم. این برای چی؟ این ببخشید مونکس مادر شما نیست؟ بله لازم نبود مادر. اینش برادر اما 8000 سومونش کفایه. این لازم نیست. باز بید باش برای انتظار ببخشید نیستی؟ مادر جون یک دست گوش کنید من همین انگشترین رو برای شما تحفه نه مادر جون اوه شما دید مادر جون
برای یک انگشترین شده پسرم رو در خجالت موندم. ما تمام عملیات جراحی رو پردیپ زدیم. خوش نتیجه خلاصه. هد حالا گوش کنین چی میگه تو؟ حالا جان من شما را فهمیدم. اگر حاضر من خورا نگم قطعا از من شما گلمان میشه. در تشخیص بیماری آمده است که سیمتوم‌های بیمار آسیب دیده است. از ضربه سخت. این چنین از معنی سرشان آسیب دیده. وای خدا جان این چی بدبختی بود بسری پیسری من. این چی بدبختی بود خدایا. آخیر آسیب دیدنی پدرش و اکش کم بود که اکنون پیسرم امروز بسدم از جار بود. خدا جان این جا میکنم یاری اصانه دکتر. باشه من کنم. التماس میکنم دکتر التجا میکنم. از دستی ما دیگر هیچ چیز نمیاد بیردیم خونه. تو رفتن گیر من پیش پیسرم میرم. من پیسرم رو تنها نمیمونم. وای جان زی تو دورم بدی غم دارم آچن حزین و خسته و افگارم آچن زی تو دورم بدی غم دارم آچن حزین و خسته و افگارم آچن ندارد هیچ کس بویی تو روان
عزیزی من خدا کی جگر بنده زار ماچه ندارد هیچ کس بوی تروان و خدا کی ببوی زار ماچه ما هم اون کنترلی که داشتیم با پروژه انجام دادیم. جراحات در سطح بلند گذشت و در وقت مدت کوتاه انشاءالله پسر شما شفای کاملی بیاد. تشکر زیاد دکتر جان، من از شما بسیار منتدار هستم. برکه یابید، همتون برکه یابید. اینم تشکر زیاد، تشکر زیاد. دلم از عشق پاکت بیقرار است، نباشی تو شود تاریک و خاموش، همه خورشید و مهتاب و ستاره است. دلی تو همچو دریا بیقرارم، دوایی الله هایم همین با عوضش بدون همین از من قبول کنید. دلی تو همچو دریا بیقرارم، دوایی الله هایم عاشقانم شده کام من است، یادی تو شیری مادرم، توی تنها پناه توی یاورم، سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم. گلین جان، شوربا تیار شد، بیاید اکنون. خودش چی گپ؟ این چی معنی دارد؟ خولا ман ҳоло ҷавон, ман ҳаёти худамро сӯзондани нестам. Омегӯянд ин писари шумо ба пул намехистааст. Ман бо ин маёб чӣ кор мекунам? зиёд мешавад. охир камтар сабр кун, ҳамаш нақс мешавад. тоқат кардан дар кор ҳамаш нақс мешавад. илтимос мекунам, сабази ман нашав духтарам. охирин зиндагиаш бояд ки тоқат кунӣ. охир ҳанӯз ман ба падару модарат занг назадиям. ба ҳеҷ кас занг назанед, лозим нест. ман ҳамашро фаҳмидам. духтарам, ҳамаш нақс мешавад мекунам. якбор بلاگردان من باشی همیشه، جدا از تو دلم آرام نمیشه، تمام عمر من بندی نفس ها به قلب من زده عشقت رو ریشه. گلم جانم عزیز آسمانی، توی تنها امیدی زندگانی، خدا عمر مرا بخشد به جانت، بگیر جان من تا تو بمانی. مادرم تو ببین گل من اشک چشم ترم، گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم. مادرم تاج سرم، مادرم توی تنها پناه و توی یاورم. زانه‌هایم بسیار درد میکنم. همش نقص میشود. بلاگردان من باشی همیشه، از مادر کلان موندگی این چیز جدا از تو دلم آرام نمیشه. این چه چیزی قدیمه من اینش سنگ خور، این مهره قدیمه من این برای کسلی جاغور میبندید.
من اینش گوشوهای قدمه من مرحمت کرد بینید همه جوش همسایه جان هزارتون راضی هستین شما؟ هزارتون؟ راضی باشین هزارتون نباشین من میرم التمنین یک دم استید همسایه جان التماس میکنم آخر من برای این فرخ شدیم که آخر پسرم در بیمارخانه راضی نباشین من میرم خدا جان این چخیل میشود وای همسایه جان التماس میکنم من راضی غم و درد و دلت را به جان میخرم مادرم تاج سرم سلام علیکم دکتر جان چخیر حال پسرم چخیر است حال پسرتون در حال حاضر بسیار خوب است وای خدا بشکر بیمار خوب است نخواد برکه یا بگذارم من یک بار پسرم ببینم ممکن است ما همش تا سر نگاه آخه من ما دکتران کوشش میکنیم تا پدا سر نگاه برکه یا بید ما همش رو تشکیل میکنیم من همشون نمونید باد خدا جان تشکیش نکنید رفته دارم نباشه ما خودمون نگشت شب تا قنمون نکنش بیگم که سمانید روز میبیام دکتر رحمت انشاءالله شما شفا میابید دکتر یک چی پرسم؟ در همین 2 ماهی که من بستری شدم کیها دیدار بینیم میامدن؟ زنتان تنها روز یکم بود تمام مادرتون برکت دهد شب روز در بر شما بود از خش تبار نگون کس نامد؟ از خش تبارتون هم یکون کس رو ندیدم به جز مادرتون خدا برکتش دهد با پایهای درمندش نگاه نکرده هر روز در شب روز در بر شما بود و هر چیزی که ما میفرمودیم از کجا میآمد نمیدونم انا اینش $2 $80 چند سو شد؟ $80 $8180 این برای چی؟ این مادر شما نیست؟ بله لازم نبود مادر اینش برادر اما 8000 سومونش کفایه این لازم نیست اوچه ما رو ببخش من نسبت شما به حرمتی کرد حاضر مادرم در کجا باشند؟ ما یک کس رو جواب داده به خانه رفتم ممکن حاضر دارم در بیایم من میخواهم که پیش مادرم روم از او پرسم خواهش التماس شما جیدم خواهش میکنم مرا پیش مادرم برید من از مای عذر میخواهم من بدبخت من سرکار به حرمتی کردم خواهش میکنم آرام شوید از جایتون جمعیدم ممکن روز 8 است روزی زادروزی مادرم است هم روزی مادران است خواهش میکنم یک دستگاه یک تار گرفته بیارید خواهش میکنم خوب شده است اجرا میکنم مادر جان مرا ببخش بلاگردان من باشی همیشه جدا از تو دلم آرام نمیشه تمام عمر من بندی نفس ها به قلب من زده عشق تو ریشه گلم جانم عزیز آسمانی توی تنها امید زندگانی خدا عمر مرا بخشد به جانت بگیر جان من تا تو بمانی مادرم تو ببین گل من عشق چشم ترم گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم مادرم تاج سرم روزی مادران است و هم زادروزی شما است این گل از نام من در این روز برای شما
تو خواهم سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم بالون پرم وجودت مادرم عطر بهارم دلم از عشق پاکت بیقرار است نباشی تو شود تاریک و خاموش همه خورشید و مهتاب و ستاره است دلی تو همچو دریا بیقرارم نوایی الله‌هایت عاشقانه شده کام من از یادی تو شیری قدمگاه بهشتی جاویدانه قدمگاه بهشتی جاویدانه مادرم تو ببین گلی من عشق چشم ترم گوهرم غم و درد و دلت را به جان میخرم